سلام بچه‌ها، من سبام. خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال یوتیوب من. امروز من خیلی زود از خواب بیدار شدم. فکر کنم هنوز 6 نشده بود. دیدین یه مدلی هستین که همش احساس میکنین خواب موندین؟ دقیقا منم همون شکلی بودم و از استرسم که خواب نمونم زودتر از خواب بیدار شدم و کارامو کردم که وقت کم نیارم، به خاطر اینکه امروز قرار ما بریم مسافرت. فردا تعطیل رسمیه و تقریبا میشه آخرین تعطیلات شهریور ما. پس با این حساب بزن بریم تعطیلات آخر شهریور ما با هم دیگه باشیم. اما اولین مرحله جمع کردن ساکت. بزن بریم. بالا رسیدیم به یه خونه بامزه. خونه مادر بزرگ است. هنوز پشیمونی از کوه نوردید؟ منم. مرسی. اینجا بچه های پاترهدی میدونن که جای چیه. برای چه کوه نورد منظره اصل موضوع. بچه‌ای که هاگوارتس لگاسی بازی کردن میدونن که اینجا چه وایبی داره. وقتی که توی جنگلای هاگوارتس میری قشنگ دوستان عزیز عنکبوت و دیگه پوچرز و رنراک و همه اینا میان قشنگ ازت استقبال میکنن. دقیقا الان منم فاز رنراک و اون عنکبوتا رو گرفتم. باور کنید اینجا جنگل هاگوارتسه. آره خلاصه رو خاصی لوکیشن میفرستم دیگه، نکوبین برین تا انگلیس جنگلشو ببینین.
حالا که ما این همه داریم راه میریم نمیدونم چجوری میخوایم برگردیم راستش، چون فکر کنم حالا باید ببینیم اسنپ قبول میکنه. به نظرم اسنپ پرو بگیریم ها، به نظر منم. این تپسی آره. با اومدن این مسیر متوجه شدم که هر چقدر هم ورزش بکنی باز کمه. کوهنوردای عزیز چه زحمتی میکشیم واقعا واسه بالا اومدن. دلتون نخواد یه تپه گوه دارم رد میشم. اینا گاو هم واقعا تا این بالا میان. گاو اینا چی بود؟ والا گاوه دیگه. میچه اینا ها نگاه کنید دوباره اثر هنری از خودش به جا گذاشته. دوبارم ببینید واقعا نمیدونم. من از اونجایی که زیاد گیم میزنم الان فاز رزیدنت اویل و این داستانا گرفتم. گیر میکردی توی ترام. ای خدایا باشه من شبیه جادوگرا افتادم احساس میکنم. سبا اولش میشه آرایش خلیجی میزدی. چی شد؟ فکر میکردم که اینجا عروسی چیزیه واسه این بچه های ماورا طبیعیه. به من که گفتی پایه رو بیا فکر کن وحید اینجا بسیز میرم دم خونه دیگه نگران برگشتم. نه فردا ایشالله بچه ها خسته شد. این برید سلام مومو پردایز. بعد این همه مور. ولی جدای از شوخی با وجود اینکه خیلی اومدن بالا سخت بود ولی خیلی منظره قشنگیه. جون چه زیرانداز خوبه. نگاه کن کفافه. بعد از تمرین او کلی پیاده روی آفرین. محمد سلام. انجیر این خودش گل این درخته که این اتفاق میفته. آره این گل این درخته که میوه میشه. بخوریم؟ مینی انگوری انجیره. انجیر تو پیاده روی بفرشم. خیلی بچه زورم هم تمام رفته. تو گوشنه لاستیک به تمام معنا. لاستیک می‌خوری؟ نه این چه لاستیکه؟ مرسی. این برای گنجشگاه.
قراره دوباره بریم سمت جنگل و قراره بریم یه سمت دیگه، یکم قراره اونجا عکاسی بکنیم و نهار اونجا بخوریم و تا بعد از قراره اونجا وقت بگذرونیم. بزن بریم. هرجا بریم پشیمونی. حالا به خدا ما رو کشوندن بیرون، ما نمیخواستیم ما تشکر. این جانب موفق شد که سفارشاشو ثبت کنه بعد از این همه شلوغی. منو خدا تو صف انقدر بر نزنیم، به خدا شلوغه. باید واقعا تحمل کنید نوبت ها رد بشه. اگه من لای در نمونم میرم میشینم تو ماشین. چه بالاخره بعد از کلی راه و ترافیک رسیدیم به جایی که میخوایم اتراق کنیم. بعد یه کمی دیر شد ولی بازم میچسبه. دیو رو داشته باشیم بچه ها. یه مه خیلی غلیظیه که داره به صورت شبنم داره بارون میاد. خیلی قشنگه. بعد هوا پر از اکسیژنه، اکسیژن خالص و واقعا واسه ما تهرانی‌ها لازمه. به خدا این هوا خیلی قشنگه. منطقه بکریه که هیچ کسی نیستش، خودمونیم و خودمون. مثلا بعد از یه حالگیری خیلی کوچیک اینجا خیلی میچسبه. من یه اشتباهی که اومدم اپل آیدیمو ساین اوت کردم، بعد بکاپ نگرفته بودم از نوت و کانتکتم و بله فهمیدم که حدس میزنین همش پرید. من تو نوتام خیلی چیزای مهمی داشتم، تو کانتکتم وای حالا من همش رو بشینم از تو اپلیکیشن های دیگه بنویسم. قشنگی؟ آره تمام موافقی. اسکون آره عجیبه بود دارم تو من که باره نزده. خلاصه که میخواییم بساتو بچینیم و کباب و جوجه رو بذاریم و بازی کنیم توی این هوا، یکم استفاده کنیم تا وقتی هوا بشنه. خب بچه برنامه کنسل شد، قراره جامون رو عوض کنیم به خاطر این چیه؟ آره به خاطر اینکه دچار برق گرفتگی نمیدونم با ولتاژ چند نشیم، چون صدای برق داره میاد، صدای برق. بله بفرمایید خواهش میکنم. بعد چون داره بارون میاد خیلی خطرناکه، ممکنه که سایقه بزنه و بله بله من باشه هم ماشین میخوادم رو مونت بشه. اگه قسمت باشه ما یه جا بذاریم اینو اول چون ویدیو آره پروژه عکاسیه و فیلم برداری دوست عزیزمون جزو یکی از
اینستاگرامر های خیلی هستن. او مای گاد شیم. اگه قسمت کنه بشینی ولی بازم همچنان نزدیک این تیر برق هستیم. صداشو میشنویم؟ شب باید نشده این که افزار بلفه برده من صدا برده برده. بچه‌ها تا قبل از اینکه این اسمبل بشه حدس بزنیم چیه؟ بچه‌ها موقع اومدن دستم رفت لای در. خب میبینید که به این صورت داشتم انگشتم از دست میدادم. خیلی عالی بود. خیلی درد میکنه. اصلا یه رگش یهو اومد بیرون. نگاه کن. خیلی درد بود. در انتظار درست شدن غذا. درست نمیشه که سر شیشه غذا گوشیمونه. گفتم بهتون بگم اگر دخان استفاده میکنید که من استفاده نمیکنم، اما اگه استفاده میکنید یه چیز خوب استفاده کنید. من درستم چیز خوب ضرر نزنید به خود. به خصوص المان وارداتی. بله اینترنشنال. من اگه خودم هم نکشم به خدا ریم برنامه یه آدم قلیونی الان داغونه. الان دیگه من کامل دارم نور رو از دست میدم. ببینید که چقدر تاریکه. دیگه فکر کنم نتونم براتون چیزی ثبت بکنم، پس فکر کنم که ما بقیه روزمون رو بعد تو ویلا بگیریم. خیلی حیف شد چون خیلی فضا قشنگه و هنوز میتونیم چیزی ببینیم. اینطوری نیستش که لازم داشته باشیم که نور باشه. الان نوری هم که میبینید داره میفته سمت نور ماشیناست و خیلی حیف شد واقعا. نمیشه بازی کرد، نمیشه هیچ کار کرد، فقط باید غذا بخوریم فکر کنم، سر جمع کنیم بریم. آره دیگه من برم که ساعت 8 شب تازه میخوایم نهار بخوریم، بریم که خیلی شلوغه دور و برمون.
راستی یادتون نره حتما به طبیعت سر بزنین، واقعا روحتون رو جلا میده، حالتون رو خوب میکنه. من میگم آدمی بودم که اصلا دوست نداشتم که بخوام بیام تو جنگل به خاطر حالا جک و جونور یا حالا حشرهایی که هست، ولی الان خیلی نظرم برگشته، خیلی دوست دارم جنگلا و اینکه یه جوریه که دوست دارم واقعا در هفته 1-2 بار بیام. خلاصه که واقعا از رسیدن به روحتون و روانتون، ریفرش کردن حال و هواتون دریغ نکنید، چون خیلی الان من احساس میکنم که برگردم تهران یه انرژی فول دارم. خلاصه که اینجوری مواظب خودتون خیلی باشین، زندگی خیلی کوتاه‌تر از اون چیزیه که فکرشو میکنید، پس اصلا از هیچ خوشی دریغ نکنید، چون فقط شما یه بار زندگی میکنید. بچه یه چیزی که من الان داره میترسونه اینه که سرکله گرگا پیدا شه. با این بویی هم که راه انداخته. و گراز. من میدونستی گراز اصلا ندیدم تا حالا؟ من ندیدم. تو دیدی؟ ندیدی؟ تو کارتونم. اون کارتون چرا من یه بار تو شهرکمون دیدم نمک‌ها بود. ببین اون کارتون هست که یه گراز با یه دونه سمبوتوره. چیز اسمش چی بود؟ اسمش چی بود؟ یادم رفته. اگه میدونید اسمش حتما کامنت کنید. الان من واقعیت ای بیختی بابا همش یارین داریم. احساس میکنم که دیدی؟ به خدا ترسم شوخی نکنم. خدا تو شب فقط نه این جنگل. تو راه برگشت تو این مه من واقعا نمیدونم چه چیزی میکنم برگردم. یعنی بیشتر این ترسیدم. یه جاده به این عرض، قشنگ به همین عرض. اومدیم توی الان کجاییم؟ کدوم شهر؟ بالای جنگل آبپری. بالای جنگل آبپریم، یه جاده این شکلی خیلی بالای تقریبا یه 20 دقیقه با خونه یا شاید نیم ساعت با خونه فاصله داریم، ولی جادهش خیلی خطرناکه و لیز. الان یه شبنم خیلی ریز داره میزنه، اصلا معلوم نیست چون ما اصلا خیس نشدیم، فقط یکم خنک و الان غذا نخوردیم. مرسی. الان غذا آماده شده، دارن میگن بیاین بریم غذا شام بخوریم. فکر کنم بریم دیگه بازی رو خونه بکنیم. آره مرسی. بازی خانه. اصلا تو مسافرت بچه‌ها نخوابین. خواب توی 6 ساعت 5 ساعتی که برسین خونه تموم میشه. واقعا نخوابین تو مسافرت، استفاده کنین. الان میخواد هر جا باشه، میخواد مسافرت خارجی باشه، میخواد مسافرت ایرانی باشه. مسافرت داخلی باشه، ولی واقعا استفاده کنید از تایم سفرتون، چون خواب فقط با یه 5-6 ساعت خوابیدن حل میشه. الان دوستامون که تازه اومدن چون تعطیلات آخر تابستون بوده، بچه‌ها ساعت مثلا 10 شب راه افتادن، فردا صبح ساعت 9 رسیدن پیش ما، یعنی فکر کنید نزدیک به 12 ساعت تو راه بودن. بعد بچه‌ها حتی نخوابیدن دیروز، کلا دیگه ساعت 2 شب خوابیدن، یعنی فکر می‌کنم عملاً 72 ساعت 48 ساعت بیخوابی داشتن، ولی فقط به هوای جمع بیدار موندن و اصلا بعد قلقی نکردن. دمشون گرم. بشین حتما آتیشتون رو خاموش کنین، چون واقعا حادثه های خیلی جبران نشدنی پیش هستش. ما دیگه کم کم داریم جمع میکنیم که برگردیم سمت ویلا، چون خیلی مه زیاد شده دیگه. میبینید که چقدر شبه دیگه، عملا دیگه تاریک شده هوا، هیچی نور تو هوا نیست.
استرس داشته باشم، شاید به خاطر اینکه مثلا جمعیتمون زیاد بود، ولی خب خیلی هم خوش گذشت. که در واقع ناهار شاممون ما امشب یکی شد. ناهار شامو زدیم و دیگه الان می‌خوایم بریم سمت ویلا بازی بکنیم و دیگه تا صبح مطمئن باشین که بعدش حتما راه حلش پیدا میشه و میتونید فیکسش بکنید. حتی شاید راه حل خیلی بهتری پیدا بکنید. مثلا میتونید که واقعا وقتی که فکر می‌کنید راه حلی پیدا نکردین، اون مسئله رو رها کنید، ولش کنید بره، تا اینکه بعد از چند دقیقه مثلا شاید بعد از چند روز یه حالتی پیش میاد، یه کاری میکنین، مثلا یه ذره مغزتون از اون مسئله دور میمونه یا اون رو بازگو میکنین و خارج میکنین مسئله رو از درونتون به صورت صحبت کردن، واقعا راه حل خیلی خوبی بعدش میاد. من که اینجوری ام، واقعا این مسئله واسم کار کرده. من فکر کنم که باید هر چه زودتر از اینجا برم تا قبل از اینکه بخوام خوراکی گرگا بشم، تا اینکه دیگه بعد از برگشتمون به ویلا امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. این ولاگ آخرین سفر تابستونی ما بود. اگه خوشتون اومده حتما لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. ویدیو رو واسه دوستاتون بفرستین، چون این کارتون به دیده شدن من خیلی کمک میکنه. یادتون نره به ویدیو قبلی پیج منم سر بزنید، چون راجع به ویلامونه و قرار ویدیوهای بیشتری از ویلامون بیاد توی پلیلیست. پس اگه میخوای ازش جا نمونی حتما زنگوله پیجمو فعال بکن که در جریان ویدیوهای بعدی هم قرار بگیرید. تا ویدیوهای بعدی مواظب خودتون باشین. خدافظ.